یه سری اسناد و مدارکی به دست آدم میرسی، شما هم 100% دارید. تا حالا شده از اینا استفاده بکنی؟ من کلا عملا پا رو دم کسی نمیزنم. کلا یک بار این کارو کردم، نزدیک 10 میلیون فالوور داد این سری. ویدیو دوم بهش گفتم اینو ما ضبط کردیم با هم دیگه، نه من میذارم نه تو بذار، اون بعدش گذاشت چنلشو بس. نه بستم. دایرکت داد، بعدش حضوری با هم دیگه صحبت کردیم، با ایکس شرکتی قرارداد بست. من یارو مثلا لولش میکنم، معمولا طلا فروشا، صرافا، نه همشون با هم دیگه یک ارتباط ریزی دارن. زنگ زدم به من گفتن این اومده اینجا، گفته گوششو پیچوندم استراکشو پس گرفته. و من واقعا استراکمو پس گرفته بودم. ولی این که بیام از یکی یه چیزی پخش کنم که مثلا باعث بشه که به کارش آسیب برسه، با اینکه تمامی پشت صحنه دست من بود، تمامی مکالمات دست من بود، من همین الان یه اسکرین شات از اون شخص بذارم یه توی پارچه می‌کنی.